سلام، میخوام براتون کوکوی شوید باقاله درست کنم. اگر مایلید با فرکوک همراه باشید. باقالای مازندرانی رو پوست بگیرین، داخل خردکن بریزین، پیاز رنده شده، سیر رنده شده رو هم اضافه کنید. میتونید از چرخ گوشت هم استفاده کنید. یکی دو بار دورگیری کنید تا کاملا یک دست پوره بشه. شوید خشک رو اضافه کنید. میتونید از شوید تازه هم استفاده کنید. نمک و فلفل و زردچوبه هم بریزین به همراه تخم مرغ. کاملا همشون بزنین تا یه مایه یک دستی بشه و آماده بشه برای سرخ شدن. مایتابه‌ای رو در نظر بگیرین، بذارین روی حرارت. مقداری روغن بریزین. مایه کوکو هم ریخته، با پشت قاشق کاملا سطحش رو صاف کنین به این شکل. یک طرف کوکو که سرخ شد برگردونین طرف دیگهش هم سرخ بشه. این کوکو نسبت به کوکوهای دیگه یه مقدار جذب روغن بالاتری داره. وقتی که طرف دومش هم سرخ شد، کوکوی خوشمزه و خوشرنگمون آماده است. نوش جونتون.